انجام شد. تو واسه سر همه بازیکن‌ها عبور میکنه the corner and after the taking of the corner kick. معتقدم چنین صحنه‌هایی باید پنالتی گرفته بشه، چون در اون صورت مدافعا دست از انجام چنین حرکتی برخواهند داشت. نمیشه با دو دست حریفتو بگیری و انتظار داشته باشی خطایی گرفته نشه. And I believe that this is a penalty kick. بلند ارسال میشه تایید فوتبال مشت میکنه. There is a contact by the goalkeeper on an attacking play. However, the goalkeeper دروازه‌بان با مهاجم برخورد داره، اما چشمش کاملا به توپ و اول با دست توپو مشت میکنه. البته اگه موفق به مشت کردن توپ نمیشد و فقط بازیکن حریفو میزد پنالتی بود، اما اینجا تصمیم درست ادامه مسابقه بود. attacker goes in towards the goalkeeper, so the best decision is to play. یه فرصت داره منیر حدادی، یه پاس تماشایی صالح هردانی اضافه شد. An interesting situation because the referee looks from behind the incident and he thinks that both players. این صحنه مورد جالبیه. مشخصه که مدافع با زانو به پشت پای مهاجم ضربه میزنه. همین برخورد برای به هم زدن تعادل مهاجم کافیه. خطا داخل محوطه است و داور باید پنالتی میده. Therefore penalty should have been awarded.